هوایش نکهت گلها شمیده، هوایش نکهت گلها شمیده، نوایش ساز عشاق آفریده، وفایش لطف و احسان آفریده، منم عمر ثناخوان سمرقند. السلام علیکم همدیاران عزیز، بینندگان محترم. برنامه نوبتی ادبی موسیقی مدنی معرفی شام سمرقند را باز به دقت شما حواله میکنیم. هم صحبت امروزه ما یکی از ستاره‌های تابان فضای صنعت جمهوری و دنیاوی رایلا خان اولمسا میباشند که در پهلوی من ایستادند. حالا با چند از سوالهای شوق‌آوری که از جانب شما ما گرفتیم به رایلا خان میدهیم. رایلا خان بگوید که من چند وقت باز شما در سمرقند نبودید، میگویند شما در سفر بودید، در کدام مملکت ها بودید، کی باز برگشتید به وطن عزیز ما؟ اولا بار السلام علیکم مخلصان عزیزم، مخلصان مهربانم، همشهریان عزیز. من شخلایتی از دیار خود به دیگر دیار رفته بودم. یکی از شهرها اسرائیل، ترکیه، استانبول و مسکو بودم. ما آمدیم در شهر خود، در کنار در دیار خود آمدیم. باز میخواهم کوشش میکنم، خواهش دارم که در وطن خود، در ازبکستان خود، برای خلق خود، برای مخلصان خود باز نو از نو ایجاد کنم، سرودهای نو و نو خوانم. ما حاضر تیار کرده ایستادگی یکی از آهنگهای بهترین امیر جان صبوری می باشد. باز پیشکش شمایان میکنم دوستان. شهر خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جاده خالی، جام خالی، سفره خالی، سوغر و پیمانه خالی. کوچ کردن دست دست آشنایان اندلیبان، جام خالی، سفره خالی، سوغر و پیمانه خالی. وای از دنیا که یار از یار می ترسد، غنچه های تشنه از گلزار می ترسد، عاشق از آوازه بیمار می ترسد، این طبیب از دیدنی بیمار می ترسد. آفرین. البته بسیاری ها یک سوال میدهند که اعضایان عائله شما چند نفر هستند؟ چند دختر و چند پسر دارید؟ من 2 نفر فرزند دارم شخوایتی جان. دختر کلانی من ریحان جان می باشد، سنت الله جان می باشد. پسرم بسیار اینها را من دوستش می دارم. میخواستم که فرزندای من اهل صالح باشد، شود در وطن خود خدمت کند، صاحب علم شود، صاحب هنر شود. شوهر من در سفر هستند. کدام انسانی که من فکر میکنم در دنیای دیگر باشد، در شهر دیگر باشد، در هر گوشه ها باشد، بعد برم وطن این وطن می باشد. وطن این مادر برای ما. بسیار سمرقند را، ازبکستان را از ته دل، از صمیم قلبم دوستش دارم آیدی جان. سمرقند ای سمرقند ای سمرقند، سمرقند ای سمرقند ای سمرقند، تو هستی سرزمین عشق و لبخند ای سمرقند، تو هستی سرزمین عشق و لبخند ای سمرقند. Rishta paivan ay Samarkand, Patrudo
عاشقان و عارفانی زمینی عاشقان و عارفانی دوایی درد و جانی عاشقانی دوایی درد و جانی عاشقانی و تو دارم و تو صدرش تپایوان ای سمرقند و تو دارم و تو صدرش تپایوان ای سمرقند. می‌پرسیم درباره ایجادیاتتون گپ زدید. حاضر چگونه سرودها موسیقی‌ها ایجاد کرده ایستادید؟ همراهی که کار میکنید در کدام استودیو؟ جریان کار ما بسیار شوق‌آور شده ایستاده است. دشوار هم گوید میشد، آسان هم گوید میشود. حاضر ما یک چند تا آهنگ‌های نو، نواهای نو کرده ایستاده ایم. درباره وطن، درباره محبت، درباره مادر، درباره دوست آهنگ‌ها ساخته ایستاده ایم. در استودیوی تاخیرکه آوازها را ثبت کرده ایستاده ایم. مثلا چه خیل؟ مثلا یک سرود چه خیل می‌آفرید با خنده یا اینکه با شوخی یا اینکه بعضیش دشوارتر؟ سرودهایی که هست خود ما ثبت کرده ایستاده ایم، آهنگ تیار کرده ایستاده ایم. بسیار شوق‌آور، بسیار پرمضمون می باشد. آهنگ‌هایی هست که ما حالا گفته گذاشتم که امیر جان صبوری ثبت میکنند و آهنگ‌ها وزبین هم هست، دشوار هم هست، آسان هم هست. مثلا یکی از رو کنی قرائت کنی؟ یکی از آهنگ‌های امیر جان صبوری مران جان دلم را دوباره، مران جان دلم را دوباره، مسوزان دلم را دوباره، به خود گفتم به تنهایی قناعت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشد، دل از تو پس بگیرم به تو عادت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشد، مران جان دلم را دوباره، مسوزان دلم را دوباره، مران جان دلم را دوباره، مسوزان دلم را دوباره. و در این لحظه های بسیار هم فراموش ناپذیر می‌خواهیم درخواست های شما، نیت های خوب را به خلقمان، با مردم سمرقند که شما را بسیار دوست می‌دارم بفهمیم. نیت های بهترین من، نیت های خوبترین من به اهل سمرقند بسیار و بسیار می باشد. من به اهل سمرقند، به خلق خود، به مخلصان خود، دوست و رفیقان خود بسیار کوشش دارم، بسیار حرکت دارم که برای آنها به هر یکی آنها سرودهای نو از نو سازم، سرودهای نو به نو ایجاد کنم و میخواستم که خاندان همه سمرقندیان آباد باشد، همه وقت همیشه همه سمرقندیان ما خرسند و خوشبخت باشند. ما صنعتکارا همه وقت همیشه در خاندان ویها توی تماشا شود، ما رفته حصه خود را جمع کنیم. از همه بهترینش آسمان ما مصفا باشد، وطن ما گل گل شکوفان باشد همیشه. سمرقندیان عزیز، من برای شمایان می سرایم.
گلاندام است و دلبر دخترانش. گلاندام است و دلبر دخترانش، شرفمند است هر پیر و جوانش. گلفشان است باغ و بستانش، منم قربان یاران سمرقند. اهل سمرقند ما امروز کوشش کردیم کمی هم باشه درباره حیات و فعالیت و ایجادیات یکی از ستاره های تابان فضای صنعت جمهوری رایله خان اولمس و نقل کنیم، با او صحبت شوق آور را به دقتتان حواله کنیم. فکر و درخواست های خود را می توانید به تلکمپانی سمرقند استوی روانه سازید. ما منتظر زنگ های شما می شویم. تا هفته های آماده ایستاده، صحت و سلامت باشید. خیر.